استاد زنم از اول نمیخواست با من زندگی کند. میگوید از روز اول دوست نمی‌داشتم. از او جدا شوم گناه است. اکو وقتی که برای چی همون طریقی انا نکاح کردن همین بود که شما باید که پیش از نکاح باید با یکدیگر مقصد یک دیداربینی میکردیم، باید یک ملاقات میکردیم و با یکدیگر باید که همون آن چیزی که شما خواهشاتون هست با یکدیگر باید میرسوندیم که اگر طبیعت هر دو موافق که می آمد بعد رازگی میدادیم. قانون دین من همیه که باید ببینیم، خب بگیم قد قامت یکدیگر مون ببینیم، طرز گپ زدن مون ببینیم، حیا و بی حیایی مون ببینیم، مسئله‌ای که من در زندگی دارم باید در پیش او بگذارم. او هم اگر به شرطی که اینم خیلی یگان آدمی دوستدار داشته باشد پیش من میگد که مقصد مرا پدر و مادرم مجبور کردن، من دوستدار دارم، یعنی سرگردان نشه. همه امینها در ملاقات علاهیده همه امینها جای خیچه میافتند. اکو مادامی که امروز که شما نکاح کردین همچون یک بگیم که زن و شوهر به حساب میرین، حرکت کنین که اکو دیگر این سخنها را از بین تان برین. همین هم عین بی آدابی بی عقلیه که وقتی دخترک شوهر میکنه، ماها زندگی میکنین، سالا زندگی میکنین، بگشته طرف شوهر میگوی که من از وقتش تر دوست نمیداشتم. باور کنین خواهرای عزیز ایره دیگر طاقت این سخن مرد نداره. وقتی میگوی من از وقتش تر دوست نمیداشتم، گمان مرد همیه که نه بخیلش دوستدار داشت. اگر چی تو دوستدارم نداشته باشی گمان مرد همیده میروه. برای در او دل مردک خنک میشود. یعنی اگر خواهشش برای زندگی هم که باشد میگه خطی آدم ما باید زندگی نکنم. زیرا این بسیار یک بگیم که بسیار یک جمله دشواره برای مردک گوش کردن یا برای زنک. وقتی که بچه اگر بیاره و با تو یک چند روز زندگی کنه و بعد بگه که اصلا تو برای من معقول نیستی، یا من ترا دوست نمیدارم، یا من ترا برای من خاطر پدر و مادرم گرفتم. ببینیم بسیاری دخترای هست در من مراجعت کردن، گفتن ما دیگه تابی را نداریم، مادامی که برای پدر و مادرش مرا دوست بداره من چه خلقتی آدم دوام زندگی من میبرم. برای همین این گپا را نزنین. در زندگی چیزی بود نبود، خواهرای عزیز، دادرای عزیز بی عقلی نکنین. ولی یک خواهر دیگر پیش شوهرش دامد، شوهرش بی عقلی کرده است که همون زنش پرسیده است که مقصد یگان سال زندگی کردن، بعد گفته است که ما در راست بگو همین وقتش در یگان بچه دستی تر قپیدگی هسته یا یگان بچه یگان بدنی تر قپیدگی هسته. این دخترک که دیگر خیلی شاید اکو وقتی که تاکیدش کرده است در همین جا هم باید همین خواهر ما میگفت نه، اگر قپیده هم باشد میگفت نه، مقصدی گپا را نزد، این خیلی گمانهای بد در راست من نکن. لیکن خواهر در حال گفته خیلی مادامی که پرسیدی و گفت است من دوستدار داشتم، مقصد تا همین زمان شوهر کردن من ای دست من میگیری بوسه من میکرد، در حال میگه بچه دیگه دلش ویران میشه، طلاق میکنه، به همین زندگی ویران میشه. این خیلی سوالای ابلهانه رو دادن در کار نیست. یا دخترها هم بچه ها را این خیلی سوال نتین دیگه، چیزی بود نبود اکو دیگر اونها را از عقیبش توبه کنین، الله را زارا کنین که او زنا بود، او چیزی بود نبود، الله مهربان مغفرت تان کنه و در یک زندگی حلال قدم زنین. برای همین دادر عزیز شما هم اکو دیگر این گپا را در بینتان دور کنین، دخترک بشنان، هر دو مصلحت کنین که تو دوستدار داشتی یا من دوستدار داشتم، یا تو مرا ناز نمیبینی یا من ترا ناز نمیبینم. اکو این چیزها را بیاید طرف بگذاریم و امروز که خدای مهربان در مقدرات ما و تو که همین روزی زن و شوهری ما و ترا آورده است، بیا این طرف را مقصد زنک دیگه خیل کنیم. بهترین مصلحت اینه، من ترا مصلحتی جدا شدن نمیتونم. اگر چنده که وقتی زن به طرف مرد همین گپ بگد خیلی خیلی
روزگذرانی برای مردک مشکل می شود. از کارهای پیشتر گذشته یادآور نشین. ما در حدیث داریم که پیامبرمون میگه شما یک زمان مقصد دست به میخوری داشتین، زنا داشتین، دروغ داشتین، حقارت داشتین، همه اونها را الله در نامه اعمال تو نرسونده. اگر همون را دویم باره با گشته و تکرار کنین، بگین ای یک زمان بود، عجایب زمان بود، میرفتیم معیشت میکردیم، عرق نوشی میکردیم، مسئله ما در یوشیم ده ها آدم زدگی میاناشون شکستگیم. میگه با دویم باره همون گناهاتون با نویسانده میشه. برای شما از همون گناه لذت بردیسین. شما همون گناه کردگی تو را شرمناک کرده با افسرینه نقل کردیسین، تازه کردیسین. دویم باره با گناهاتون نویسانده میشه.